در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دل و جانی فکار دارم من، سینه ای پرشرار دارم من. دو جهان با تو کار دارم من، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. از تو با شور و شین می خواهم، طوف قبر حسین می خواهم، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام خدا بر امام جواد و سلام خدا بر همه متوسلین به این خاندان، خاصه متوسلین به امام جواد الائمه علیه السلام. خوش آمدید. تسلیت عرض می کنم. سال روز شهادت امام جوان اهل بیت و باب المراد اهل بیت رو محضر شما عزیزان انشالله به زودی روزی همه ما باشه در صحن و سرای مقدس کاظمین به زیارت امام جواد علیه السلام نائل بشیم انشاءالله و 40 امسالمون رو امضا کنن. دعا کنیم ابتدای برنامه برای همه جوانها و برای ازدواج و اشتغال و مسکن همه جوانهای خوبمون. گفتند که حاجات دنیایی رو از امام جواد علیه السلام طلب کنید، یکی از ویژگی هاشون برآورده کردن حاجات هست انشاءالله. سلام میگم به سرور ارجمندم، مفسر محترم قرآن کریم، استاد سید محمد حسین عظیمی. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و شهادت جواد الائمه رو علیه السلام رو خدمت بزرگواران تسلیت عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. ممنونیم از تشریف فرماییتون و سپاسگزارم از قبول دعوت و قبول زحمت. استاد عظیمی عزیز قواعد قرآنی رو برای ما بیان می‌فرمایند. قواعد قرآنی که دسته‌بندی نوعی است، تازه است از آیات مختلف قرآن که هر کدامشون، هر جمعی از این آیات یک موضوع و یک قاعده اصیل و اساسی رو در زندگی و سبک زندگیمون به ما یاد میده. تا حالا بیش از 30 قاعده رو یاد گرفتیم از حضور محترمشون در این 7-8 سالی که منت گذاشتن، قدم به چشم ما گذاشتن در یاد خدا و حالا چند ماهی است قاعده مبلغ علم رو به ما یاد دادن. امروز هم در ادامه همین رو بحث خواهیم کرد انشاءالله بعد از دیدن خلاصه ای از جلسه قبل. قرآن پیغمبر اسلام رو از لحاظ علمی نفر اول عالم امکان میدونه، در این تردیدی نیست. اما ارسلنا فیکم رسولا منکم، خیلی همین جمله قشنگه، ارسلنا فیکم رسولا منکم، فیکم منکم، پیغمبر در مردم از مردم. اصلا به خاطر همینه که پیغمبر تونست ارتباط برقرار بکنه. حالا بیشتر به اون جمله توضیح میدم. یتلو علیکم آیاته یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون.
و شما به شما می آموزد آنچه که شما نمیدانستید. یعنی معلم بشر دانش از چشمه پیامبر می جوشد. قل بگو به مردم لا اقول لکم عندی خزائن 150 سوره انعام ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. به مردم بگو که من که نگفتم خزائن الهی نزد مالک خداست، من کاری نیستم. ولا اعلم الغیب، من کجا گفتم من علم غیب دارم؟ من لا اعلم الغیب. این جمله رو ببینید، این جمله خیلی سنگینه. حالا ما همیشه تو ذهنمون بوده که پیغمبر علم غیب دارن و علم غیب هم دارند، ما منکر علم پیغمبر نیستیم یا منافاتی با علم غیب پیغمبر نداریم، ولی پیغمبر فرمود من که نگفتم علم غیب دارم که شما بیاید از من خبر غیبی بپرسید. 3720 اگر اهل پیامک هستید و ادساین یاد خدا آندرلاین کیو تی وی اگر اهل فضای مجازی هستید، در همه شئون فضای مجازی با همین آدرس واحد حضور داریم. صفحه یاد خدا رو اصطلاحاً به قول امروزی ها فالو کنید، جزء دنبال کننده هاش باشید لطفاً، و میتونید خلاصه های برنامه، ویدیو کلیپ های برنامه و فایل های کامل صوتی و ویدئویی برنامه رو اونجا استفاده کنید. یه تشکر هم میکنم از عزیزانمون در روابط عمومی شبکه قرآن معارف سیما که برنامه ها رو بر روی بخش آرشیوی شبکه و سایت شبکه به آدرس quran.tv.ir قرار میدن دائما هر روز، و شما اونجا هم میتونید برنامه خودتون رو به صورت کامل داشته باشید. آقا با افتخار خدمت حضرت عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یک نکته رو یادآوری کنم. بعضی از مطالب ما مجبوریم چندگاهی دفعه یادآوری کنیم معلوم بشه کجای بحث هستیم. ما روز اول که آمدیم تلویزیون و بحث قواعد قرآنی رو آغاز کردیم، یک محور خاص مشخصی برای بحث تعیین نکردیم. هر چند جلسه ای یک قاعده ای رو بیان میکردیم، بعضاً قاعده بعدی هیچ ربطی هم به قاعده قبلی نداشت. از 3 سال پیش به این طرف آمدیم قواعدی رو طراحی کردیم که این قواعد کاملا با هم مربوط. اولین موضوعی که انتخاب کردیم موضوع انسان بود، تعریف انسان بود که انسان چگونه موجودی است. گفتیم که قرآن آمده در ضمن قواعدی ویژگی های انسان رو بیان کرده، در هر قاعده یک ویژگی که ما باید مجموع این قواعدی که قرآن در مورد انسان گفته اینا رو جمع آوری کنیم، بیان بکنیم. بعد از اینکه قواعد بیان شد اون وقت میتونیم یک تعریفی کامل جامع از انسان بیان بکنیم. تا الان حدود 10 تا قاعده رو بیان کردیم تو این چند سال، تو این 2-3 سال اخیر که تعریف انسان رو میکنه، که الان قاعده 11می هستیم. قاعده تقویم، اصالت الانسان، امانت، تجارت، خسارت، تکریم، تفضیل، فقر، اضطرار، اطمینان، شاکله و الان هم قاعده مبلغ علم. یعنی فعلا بحث اونه که بشر که میتواند عالم باشد، این علم بشر تا کجا میرسد؟ یعنی آیا یک روزی میرسد که بشر ادعا کند خب ما حالا همه چی رو فهمیدیم، از دانشگاه علم فارغ التحصیل شدیم، دیگه چیزی نیست که نفهمیم؟ مخصوصا با این سرعتی که بشر در کسب علم و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و چیزهای دیگر، علوم مادی و معنوی دارد، این پیش بینی می شود که بشر یه روزی بگه خب حالا دیگه ما فهمیدیم و همه چیز سر در میاریم و چیزی نیست که ندونیم و اینها. نه، قرآن فرمود که بشر تا به امروز، نه تنها بشر، جن، انس و ملک تا به امروز از دانشگاه علم فارغ التحصیل نشدند، بعد از این هم فارغ التحصیل نخواهند شد. بشر هر چقدر هم که بفهمد باز کمی از بسیار و نمی از اقیانوس بیکران حقایق و واقعیت ها رو
نمیتواند بفهمد، داشتیم مدارک این قضیه رو بیان میکردیم و مخصوصا ببینید این جمله چندین بار گفته شده تو طول این 2-3 ماه اخیر و تو این 2 جلسه اخیر است که ما به اینجا رسیدیم. ما گفتیم که همه افراد مخلوقات، حتی ملک، حتی جبرائیل، حتی میکائیل، اسرافیل، ازرائیل، حتی انبیا، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت عیسی و حتی پیامبر اسلام، اینا هیچ کدامشون هیچ وقت هم ادعا نکردن که ما به نهایت علم رسیدیم و دیگه چیزی نیست که ما ندانیم. همچین ادعای هیچ کدام از مخلوقات ندارند و خودشون معترفند که خیلی چیزا هست که هنوز نمیدانند، لذا پیغمبر فرمود رب زدنی علما. ببینید من چون بحثمون مهمه باز این جلسه در ابتدا تکرار میکنم، جلسه بعدم باز دوباره تکرار میکنم که کسی احساس نکنه ما داریم به حضرات معصومین جسارت میکنیم. الذین آتیناهم الکتاب معصومین، راسخین در علم، نفر اول پیغمبر است و بعد اولاد پیغمبر. فاسالوا اهل الذکر پیغمبر است، مدینه العلم پیغمبر است، معدن علم اهل بیتن، مختلف الملائکه اهل بیتن، موضع سر الله اهل بیتن، مفاتیح الحکمه اهل بیتن، ورثه علم، وارثان علم نبی و جمیع انبیا، عندهم جمیع الکتب، علم الکتاب، کلمت الله، همه چیز نزد اهل بیت. ما به همه اینها معترفیم که قرآن که فرمود که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که حضرت اشاره کردن به سینه خودشون گفتن فی صدور الذین اوتوا العلم، منظور ما هستیم. یا اگر اونجا فرمود که نحن اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و حضرت فرمودن که اینا فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستن، ما به تمام اینها معترفیم. لذا اگر در قاعده مبلغ علم رسیدیم به اینجا که پیغمبر میفرماید من علم غیب ندارم، یه دفعه کسی ناراحت نشه، کسی عصبانی نشه. ما نمیخوایم از شأن پیغمبر، از مقام پیغمبر چیزی کم کنیم. خب ما در جلسه قبل تو این بحث رسیدیم به آیه 188 سوره اعراف که پیامبر فرمود که خدا به پیغمبر فرمود قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اصلا برو به مردم بگو من علم غیب نمیدانم مگر به اندازه‌ای که خدا بخواهد، و اگر من علم غیب میدانستم که خودم گرفتار نمیشدم، که ما مسنی السوء لاستکثرت من الخیر، هرچه خوبی و خیر بود دور بر خودم جمع میکردم. این آیه 188 سوره اعراف. قبل از آیه 188 سوره اعراف شاید این سوال برای بینندگان پیش بیاد که اصلا چی شد که خدا به پیغمبر گفت برو همچی حرفی بزن، برو به مردم بگو که آقا من این غیب نمیدونم. آخه چرا لازم شد همچی حرفی به مردم زده بشه؟ بهتر نبود اصلا صحبتی از این چیزا نمیشد؟ دلیلش اینه، ببینید در آیه 187 آمدن یک سوالی از پیغمبر کردن و یک جوری هم سوال کردن و یک جوری هم توقع داشتن، فکر میکردن پیغمبر حتما میداند و حتما هم باید پاسخشون رو بده. ببینید آیه اینه یسألونک عن الساعه، در مورد قیامت از تو سوال کردن، ایان مرساها. سوالشون این بود ایان مرساها، لحظه وقوع قیامت کیه؟ کی این اتفاق میفته؟ این حادثه بزرگ کی اتفاق میفته؟ قل، جواب، علمها عند ربی، علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. دانش این قضیه اصلا پیش من نیست. یعنی به پیغمبر میگه اگه آمدن چنین سوالی ازت کردن خیلی صریح بگو آقا من نمیدانم، من پیغمبرم نگفتم که هرچی شما سوال کردید من میدانم. علمها عند ربی و جز او هیچ کس آن را به موقع خود آشکار نمی کند. این حادثه ثقلت فی السماوات والارض ولا تأتیکم الا بغتة. این حادثه خیلی سنگینه، بر حادثه قیامت بر آسمان ها و زمین سنگینه و نمی آید سراغ شما مگر
ناگهانی. بعد این جمله رو دقت بفرمایید، آمدن چنین سوال کردن. با چه حالی آمدن و چنین سوالی از پیغمبر کردن؟ یسألونک کأنک حفی عنها. آمدن از تو سوال کردن مثل این که تو اطلاعات کافی داری در مورد این قضیه. یعنی اینجور فکر میکردن تو رفتی و دقیق پیرامون این قضیه مطالعه کردی، تمام زوایاشو بررسی کردی، حالا میدونی باید بگی، اگه نگی یعنی نمیخوای بگی. دقت بفرمایید تعبیر قرآن رو. یسألونک، از تو سوال میکنن که انک حفی. حفی نه یعنی فقط عالما، چون بسیار نوشتن حفی ای عالمون بها، به هر عالمی نمیگن حفی، به عالمی میگن حفی که رفته خیلی مطالعه کرده، پرسجو کرده، تحقیق کرده، دقت کرده. آقا شما یه وقتی یه کتابی رو باز میکنید، یه چیزی رو میخونید میفهمید، ولی یه وقتی میرید پیرامون یه قضیه کاملا اطراف او بررسی میکنید، مطالعه میکنید، سوال میکنید، چیزی دیگه نمیذارید، فروگذار نمیذارید، جامع مطالعه، این میشن حفی. که انک حفی عنها. آمدن از تو سوال کردن مثل که تو تمام زوایای این قضیه رو بررسی کردی، همه چیشو میدونی و باید بهشون بگی. باز دوباره در آخر آیه این فرماد قل، اونا آمدن چنین خیالی داشتن، قل علمها عند الله ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بگو علم این نزد خداونده و مردم، اکثر مردم نمیدونن. اکثر مردم چی رو نمیدونن؟ اکثر مردم اینو نمیدونن که علمها عند ربی. خیلی جالب ها، دقت میفرمایید دو بار تو این آیه میگه آمدن از تو سوال کردن، یه سوال که روز قیامت کیه. اول میفرماید من نمیدونم، علمها عند ربی، خدا فقط میگه کیه، خدا آشکارش میکنه. بعد دوباره میگه اونا با چه حالی آمدن. آقای سیرفی یه مقداری خودتون تو فضای آیه قرار بدید، ببینید من یه عالمم، ادعا دارم که دانشمندم، مردم هم فکر میکنن من عالمم، خلاصه عمامه ای و ریشی و عینکی و بالاخره پوز علما داریم، ما دیگه داریم قیافه علمایی گرفتیم. خدا موقعی که مردم میان از ما سوال میکنن فکر میکنن ما تو حوزه علمی درس خوندیم، از من توقع علم دارم. حالا اگر آمدن یه سوالی از من کردن و من گفتم من بلد نیستم، چه میشه؟ میگم پس تو چه کار میکردی آقا؟ ها، یعنی ببین خود اون حس مردم، خودتون رو تو فضا قرار بدید، حسی که مردم از شما دارن، نسبت به شما دارن، اون باعث میشه شما جرئت نکنی بگی بلد نیستم. آقا شما طبیبی 500,000 تومان هم میخوای پول بگیری تا یه مریض رو ببینی، میگی من از فلان کشور فارغ التحصیل شدم، از فلان دانشگاه، وقت 1 ساله میدی، حالا طرف 2 سال وقت گرفته، اینقدر پول داده، حالا آمده پیش شما، توقع داره بفهمی مریضیش چیه، شما یه معاینه میکنی میگی من بلد نیستم. خب اون چی میشه؟ اصلا این حسی که اون داره آمده پیش شما باعث میشه که شما جرئت نکنی بگی بلد نیستم. حالا آیه رو ببینید، میگه یسألونک کأنک حفی عنها، یعنی یه جوری آمدن پیش تو، فکر میکردن تو اطلاعات دقیق نسبت به این قضیه داری، تو حواست باشه. قل علمها عند الله، واقعا نمیدونم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر الناس چی رو نمیدونن؟ اکثر الناس اینو نمیدونن که آقا تو بعضی چیزا رو نمیدونی و فقط خدا میدونه. اگر موافق باشید روز شهادت امام جواد علیه السلام هست. ما رسممون این هست که بین برنامه محضر قرآن کریم مشرف میشیم. با اجازه شما بریم کاظمین و زیارتنامه امام جواد علیه السلام رو به صورت مختصر صلواتشون رو بخوانیم و برمیگردیم با استاد عظیمی، بخش پایانی رو همراه خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیاء و خلیفة الاوصیاء و امینك على وحیك
اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم. محضر شما ما حدود 7-8 دقیقه زمان داریم و جمع‌بندی جلسه امروز شبیه همین آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 63 سوره احزاب هست. یسألک الناس عن الساعة، در مورد روز قیامت مردم از تو سوال میکنن. قل علمها عند ربی و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. تو چه میدانی؟ ببینید تعبیر، و ما یدریک، تو چه میدانی؟ شاید روز قیامت نزدیک باشد. حالا نکته دیگری که خیلی جالب هست، بحث این ادری ها و ما ادراک های قرآن هست. در چند مورد پیامبر میفرماد این ادری، ما ادری، من نمیدونم، نمیفهمم، لست اعلم، من نمیدانم. من اینا رو سریع خدمتتون عرض میکنم. سوره انبیاء آیه 109، این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، من نمیدونم اون وعده هایی که به شما داده شده، قیامت و چه اینا نزدیک هست یا دور است. سوره انبیاء آیه 111 باز میفرماد این ادری لعله فتنة لکم و متاع الهی، من نمیدانم. سوره احقاف آیه 9 خیلی جالب است. قل ما کنت بدعا من الرسل، من اولین پیغمبری نیستم که آمدم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من خبر از آینده ندارم، من نمیدونم چه بر سر خودم میاد چه بر سر شما بیاد. نگاه کنید، و ما ادری، ما نافی است، من نمیدانم. پیغمبر هستم، پیغمبر اسلام هستم، اولین نفر عالم امکان هستم. ببینید قاعده مبلغ علم، من نمیدانم ما یفعل بی ولا بکم، چه بر سر من می آید و چه بر سر شما می آید، من خبر ندارم. این اتبع الا ما یوحی الی و ما انا الا نذیر مبین. باز در سوره جن آیه 25 قل این ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، من نمیدانم آنچه که به شما وعدش داده شده است نزدیک است یا خداوند مدتی را برای او قرار داده است. آقای سیرفی، من شمردم 12 بار در قرآن، 12 بار خطاب به پیغمبر میفرماید و ما ادراک. ما ادراک یعنی چه؟ و تو چه میفهمی؟ تو نمیدانی، تو چه میفهمی؟ نگاه کنید، و ما ادراک ما الحاقه 1، و ما ادراک ما سقر 2، و ما ادراک ما یوم الفصل 3، و ما ادراک ما یوم الدین 4، و ما ادراک ما سجین 5، و ما ادراک ما الیون 6، و ما ادراک ما الطارق 7، و ما ادراک ما العقبه 8، و ما ادراک ما لیلة القدر 9، و ما ادراک ما القارعه 10، و ما ادراک ما الحطمه 11، و ما ادراک ما هی 12. این 12 چیز مختلف رو داره به پیغمبر میگه تو اینا رو درک نمی‌کنی. تو چه میدونی یوم الفصل چیه؟ تو چه میدونی روز دین، روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ تو چه میدونی سجین چیه؟ تو چه میدونی الیون کیان؟ تو چه میدونی طارق چیه؟ تو چه میدانی لیلة القدر چیه؟ و ما ادراک، تو درک نمی‌کنی. شوخی کرده قرآن، خواسته همه عالم هم بدونن. مبالغه کرده قرآن. یعنی پیغمبر میدونسته ولی حالا خدا خواسته بگه نمیدونه. شوخی که نکرده که، مبالغه که نکرده که. یعنی هنوز برای پیغمبر اسلام هم با توجه به مقام علمی دارد، مقام علمی که دارد، با توجه به اینکه معدن علم است، با توجه به اینکه مدینه علم است،
با توجه به اینکه وارث کتاب است، با توجه به اینکه اهل ذکر است، راسخ در علم، اوله و آخره، با توجه به همه اینها میفرماد ما ادراک ما الحاقه، ما ادراک ما لیلة القدر، ما ادراک ما سجین، ما ادراک ما یوم الفصل. یعنی خیلی چیزا هست که پیغمبرم نمیدونه. تموم شد تا اینجا. خب یه سوال اساسی اینجا پیش میاد. این حرفایی که الان ما زدیم مثلا جلسه قبل، این جلسه نسبت به پیغمبر و حضرات معصومین، یه مشکل اساسی پیش میاد. مشکل اساسی اینه که اگر این آیات درست باشد که درست هست قطعاً، اگر فرمود من علم غیب ندارم که قطعاً قرآن فرموده، اگر فرمود ما ادری ان ادری نمیدونم ما ادراکه، پس اون همه روایاتی که ما داریم که میفرماد حضرات معصومین علم غیب دارند و از همه چیز باخبرند، با اون روایات چه بکنیم؟ مثلا این آیه رو ببینید، اینا روایات بعضن هم صحیح هست. قال عمار صاباتی میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، ان الامام یعلم الغیب؟ فقال لا، آیا امام علم غیب دارد؟ حضرت فرمودن نه، ولکن اذا اراد الشیء اعلمه الله ذلک. علم غیب ندارد، اگه چیزی رو بخواد بداند خدا بهش میفهمونه. پس یه جورایی علم غیب دارد. یا ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق، 3 تا روایت میخونم در اصول کافیه صفحه 382. ان الامام اذا شاء ان یعلم علم، امام کافیه بخواد بدونه بهش تعلیم میدن. یا ان الامام اذا شاء ان یعلم اعلم، بهش اعلام میشه. و آخرین روایت اینه اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک. امام که حالا پیغمبرم خب به طریق اولا، امام اگر بخواهد چیزی را بداند خدا به او اعلام میکند، به او میفهماند، به او تعلیم میدهد. از یک طرف آمدیم گفتیم که اینا همه چیز رو نمیدانند، از یک طرف این روایات میگه امام هر چیزی رو که بخواد بفهمه میتونه بفهمه. اینا چی جوری با هم جمع میشه؟ آیا این حرفایی که ما زدیم منافاتی با علم غیب اهل بیت دارد یا ندارد؟ که من نمیدونم چقدر وقت داریم. وقت تمام شد. انشالله جلسه آینده این شبهه رو پاسخ میدیم انشالله. خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از لطف و آقایی حضرت عالی. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا رو به وجاهت امام جواد علیه السلام قسم میدیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. خدا سپاسگزارم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.